بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه مردم عزیز شهرستان بم و شهر براباد. خدمتتون عرض کنم که یکی از نقاط حافظ خیز شهرستان بم و براباد بلوار خلیج فارس و آیت الله هاشمی و بلوار امام براباد بود که همه شما مستحضر تصادفات ناگواری هم در این سطح این چند تا بلوار اتفاق افتاد. کاری که انجام شد این که با پیگیری هایی که در شورای ترافیک شهرستان شد و با همت شهرداران عزیز شهر بم و براباد و مشارکت یک شرکت دانش بنیان موفق شدیم بحث میانگین سرعت وسایل نقلیه رو در طول بلوارهای خلیج فارس و آیت الله هاشمی و امام براباد رو داشته باشیم. مزایایی که این طرح داره این که سرعت وسایل نقلیه در طول مسیر پایش میشه و فرقی که داره با اینکه طرح کنترل سرعت لحظه‌ای، فرقش این است که سرعت فقط در زیر دوربین اندازه‌گیری میشه، ولی بحث پایش میانگین سرعت وسایل نقلیه در طول مسیر پایش میشه و سنجیده میشه. اگر راننده‌ای در طول مسیر از حد مجاز سرعتش تجاوز کنه، این دوربین برای ما ثبت میکنه و ما میتونیم اعمال قانون داشته باشیم. توصیه که میکنم به همه عزیزان این که من بعد از تاریخ همین امروز که حالا طرح ما به اجرا میگذاریم رعایت کنن بحث سرعت رو در طول این بلوارهایی که خدمتتون عرض کردم، بلوار خلیج فارس، آیت الله هاشمی و بلوار امام براباد، ضمن این که یه سری کارهای هم جانبی دیگه هم در بحث کاهش سرعت در طول این مسیر انجام خواهد شد که بعداً به سمع نظر همه مردم عزیز خواهیم رساند.